خبرگزاری‌های بین‌المللی در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه 24 تیر ماه از ترور نافرجام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده خبر دادند. این ترور نافرجام بامداد یکشنبه در حین سخنرانی ترامپ در باتلر پنسیلوانیا رخ داد و ماموران سرویس مخفی امریکا وی را تحت حفاظت گرفته و از محل خارج کردند. تصاویر ویدئویی و عکس‌ها نشان می‌دهد که صورت ترامپ خونین شده. وی در حالی که توسط محافظان از زمین بلند شد، دستهایش را مشت کرد و تکان داد. اکثر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های جریان اصلی جهان تا این لحظه گزارش‌های مقدماتی بوده و تیم یونیکا مشغول جمع‌آوری گزارش مبسوطی در این زمینه است و به زودی آخرین اخبار و اطلاعات در این زمینه را در پلتفرم‌های مختلف منتشر خواهد کرد.